خدمت همه دوستان گلم. امروز 15 خرداد هستش. اومدیم کارتای دیلی کمبوی امروز رو براتون پیدا کنیم. خب یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و کانال رو دنبال کنید. بریم واسه یک کارت. بچه من هر روز کارتا رو توی چنل تلگرام قرار میدم. لینک چنلم زیر همین ویدیو قرار میدم. توی این قسمتی که دورش خط کشیدم میرین توی قسمت ماین. اینجا میبینید که امروز ازمون 3 تا کارت میخواد. کارت اولی که ما باید پیداش کنیم کارت تاپ 10 CMC پاریس هستش. تو همین صفحه اول تو بخش مارکت همین کارت بچه همین کارت رو احتمالا واسه اکثرا هم بازه. اگه باز نبود نگاه کنید زیرش چی نوشته و اون کارت رو باز کنید. خب این کارت رو من دریافت میکنم. این کارت اولمونه. خب کارت دوممون توی بخش تیم بچه ها. توی این بخش وارد این بخش میشیم. یه ذره میریم پایین تر. کارت سکوریتی اکشن بسته چیز بچه ها. بذار من پیداش کنم. بچه این کارت هستش. کارت سکوریتی نه این کارت نیستش. بذار من دقیقا کارت رو پیدا کنم. بچه این کارت پایینی هستش. کارت سکوریتی اکشن. بذار من گوشی رو بی صدا بذارم. بچه دارم پیام میدن تو چنل نمیشه ویدیو ضبط کرد. خب این کارت هستش واسه من بازه. اگه باز نبود نگاه کنید زیرش چی نوشته و اونو ارتقا بدید. این هم کارت دوممون. و اما کارت سوممون باید مجموعاً 2 تا دوست داشته باشیم بچه ها. این کارت هستش توی قسمت لگال. توی این قسمت میان پایین تر لایسنس اتیوپی. اینو باید حتما 2 تا دوست داشته باشیم بچه ها. دوستاتون کجان؟ توی این قسمت. توی قسمت فرند اگه وارد بشین میبینید که من مجموعاً 20 تا دوست دارم بچه ها. شما نگاه کنید چند تا دوست داشتین. باید مجموعاً 2 تا باشه. اگه ندارین از این 2 تا قسمت پایین باید دوستاتون رو دعوت کنین یا لینک رو کپی کنین یا براشون بفرستین. خب بذار من این کارتم دریافت کنم. کارت کجا بود؟ کارت لایسنس اتیوپی. این کارت هستش بچه ها. اینم دریافت میکنم. میبینید که 5 میلیون امروز هم به راحتی دریافت کردیم. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید. کانال یوتیوبمون رو دنبال کنید. کانال تلگراممون هم عضو بشین. سوالی داشتین هم میتونین هم تو یوتیوب هم توی تلگرام بپرسین. موفق باشین. ممنون.